سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با یه اصطلاح جالب و کاربردی به زبان ترکی استانبولی اومدم یاد بگیریم که به هم بگیم امتحان کردن. میشه سınamak. sınamak یعنی امتحان کردن. بریم تو مثال یاد بگیریم. Ben aşk konusunda hep onu sınadım. Ben یعنی شخص من، aşk konusunda، aşk یعنی عشق، کنو یعنی موضوع، کنوسوندا یعنی در موضوع عشق، در مورد عشق، هپ یعنی همیشه، اونو او یعنی شخص او، یو پسوند را هستش، اونو یعنی اون را، سنادم امتحانش کردم. پس سناماک امتحان کردن، ریشه فعلمون میشه سنا، پسوند زمان زمان گذشته گرفته و حرف ام پسوند فاعلی شخص من، یعنی میگه من اونو امتحان کردم، من در مورد عشق همیشه اونو امتحان کردم. Ben aşk konusunda hep onu sınadım. خیلی اصطلاح جالبیه. لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره.